میدان 800 سالگی مسکو در دوشنبه شماره از سربازان جنگ شوروی در افغانستان و کشورهای دیگر و نزدیکان اشتراکچیان و قربانیان جنگ جهانی دوم جمع آمدند. راهپیمایی پالک جاویدان امسال از اینجا به سوی باغ غلبه آغاز شد. ماهیت اساسی این اقدام ما این تربیه حربی وطندوستی جوانان می باشد تا که جوانان امروزه تاجیک همین تاریخی گذشته پدر و بابایانمان را که با ما این خیل روزهای خوش را عطا نمودند فراموش نسازند. به فرق از سالهای گذشته تعداد شرکت کنندگان به مراتب کم است. دوام 8 سال گذشته صدها نفر در این مراسم شرکت می کردند، اما امسال از 20 تن بیش نبود. چند روز پیش از این برخی از فعالان اجتماعی دعوت کردند که این راهپیمایی صورت نگیرد. در روسیه این مراسم از سال 2011 برگزار می شود که مخالفان آن می گویند این اقدام جنبه سیاسی دارد. در بعضی از کشورهای سابق شوروی به این دلیل به این راهپیمایی اجازت نمی دهند. به باور آنها این کار به رهبری نمایندگی‌های روسیه حالت تبلیغاتی داشته سلطه اتحاد شوروی را یادآور می شود و استقلال دولت‌ها را خللدار می کند. امروز تجلیل روز غلبه برگزاری شوی پولک جاویدان. ویژگی‌های غلبه خاص جنگی نو شدند که یکی از پیروزهای این جنگ امروز تجاوزگر شده است. اما شرکت‌داران آن باور دارند که این معرکه برای پاس داشتن خاطره قربانیان جنگ دوم جهانی کار خوب است. و با آنهایی که هر خیل گپ و کلاچه ها می‌بافند دایر به پولک جاویدان، دایر به قهرمانان ما که پدر و بابایان که در فرانت های جنگ بزرگ وطنی جنگیدند بر ضد عدو، بر ضد فاشیسم،